حرکت 17 از شیباپای سری اول. ابتدا پا رو به اندازه عرض شانه باز میکنیم. با یک پا با پاشنگام برمیداریم، دست از طرفین با دم میاد بالا، بدن رو میکشیم به سمت جلو بالا، بازدم پای عقب رو در آغوش میکشیم، دوباره دم پای عقب رو میذاریم سر جاش، بازدم پای راست سر جاش، دم پای بعدی، بدن رو میکشیم به سمت بالا جلو، بازدم پای عقب رو در آغوش میکشیم، دم، بازدم، 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 دم، بازدم. حرکت